اگه این روزها حس میکنی خدا ازت فاصله گرفته، یه خبر خوب دارم برات. معمولا درست قبل از رشد بزرگ این حس میاد. یادت باشه معلم همیشه موقع امتحان ساکته. اول از همه خدا همیشه و همه جا هست. اگه همه جا هست پس همین الان همین جا با من و توه. خدا هیچ وقت از ما جدا نمیشه. این فقط ناآگاهی و ندیدن خودمونه. خدا میتونه همه مشکلامون رو توی یه لحظه حل کنه، اما این کار رو نمیکنه. چرا؟ چون اصل زندگی اینه که خودت راحت رو پیدا کنی. اگه همه چی راحت و بی درد سر بود دیگه رشدی در کار نبود. مثل بازی که تقلبش فعاله، زود تموم میشه و هیچ لذتی نداره. ما توی همین نگاه محدود انسانی با رد شدن از سختی ها رشد میکنیم، قوی تر میشیم و آگاه تر. برای همینه که بعضی وقتها خدا انگار یه قدم عقب میره و نگاه میکنه ببینه تو چیکار میکنی، نه از سر بی‌توجهی، از سر اعتماد. مثل وقتی که یکی رو موقع شنا یاد دادن یه لحظه رها میکنن. ترسناکه اما لازمه. اگه این اتفاق نیفته ما ضعیف میمونیم. پس موانع میان، نه برای شکست دادن ما، برای قوی تر شدنمون. همین. اگه با این پیام هم حسی، این ویدیو رو لایک کن، برای یه دوست بفرست و کلمه خدا رو کامنت کن تا دلت آرومتر بشه و مسیرت روشن‌تر. اگه فال شخصی نیاز داشتی دایرکتم پیام بذار.